форум председателей верховных судов стран БРИКS. پایان دو رویداد بین‌المللی در حوزه قضایی و حقوقی به میزبانی روسیه. اجلاس رؤسای دیوان‌های عالی 10 کشور عضو بریکس در شهر سوچی و نیز گردهمایی دادستان‌های کل کشورهای عضو این گروه که نخستین حضور رسمی هیئت‌های عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران پس از پیوستن کشورمان به بریکس بود. این دو نشست در حالی برگزار شد که حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور ریاست هیئت‌های قضایی ایران در این دو گردهمایی را بر عهده داشتند و علاوه بر شرکت و سخنرانی در نشست‌های اصلی با همتایان خود دیدار و مذاکره کردند. ملاقات با خانم ایرینا پادنوسووا رئیس دیوان عالی روسیه و گفتگو با رؤسای دیوان‌های عالی جمهوری خلق چین، اتیوپی و بلاروس از جمله برنامه‌های رئیس دیوان عالی کشور در این اجلاس بود. دادستان کل کشور هم ضمن رایزنی با ایگور کراسنوف دادستان کل روسیه با دادستان‌های کل کشورهای چین، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی دیدار کرد. در مسکو نیز کنستانتین چویچنکو وزیر دادگستری روسیه میزبان دادستان کل کشور و اعضای هیئت همراه وی بود. در مذاکرات با دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران در مورد افزایش سطح تعامل دوجانبه گفتگو کردیم. یکی از موضوعات مهمی که مورد توافق قرار گرفت انتقال محکومان برای گذراندن دوران محکومیت در کشور خود بود. در بحث مبارزه با تروریسم، جرائم سایبری و مواد مخدر، همکاری‌های علمی، همکاری‌های بین‌المللی در این جلسه هم بیشتر تاکید شد بر اینکه ما همکاری‌های حقوقی و قضایی رو و تبادل اطلاعات در این حوزه انشالله تقویت کنیم. جان کلام مذاکره دادستان کل کشور با وزیر دادگستری روسیه بر این نکته استوار بود که همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه حقوقی و قضایی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.